اینجا یه جزیره نفرین شده است، جزیره عروسک ها. داستان از روزی شروع میشه که مردی به نام جولیان سانتانا بررا جنازه دختری رو در آبهای کانالهای این جزیره پیدا میکنه. اون که به تسخیر روح دختر باور داشته شروع میکنه به جمع‌آوری عروسکایی که از زباله ها پیدا میکنه. جولیان این عروسک ها رو طی سالیان سال به درختای این جزیره آویزون میکنه، جوری که انگار میخواسته روح سرگردان این دختر رو آروم کنه. با گذشت زمان این جزیره پر از عروسک هایی شده که با باد تکون میخورن و ظاهری ترسناک دارن. عروسک‌هایی با چشم‌های خالی، دست‌های شکسته، صورت‌هایی که انگار داستان‌های ناگفته‌ای دارن. برخی از بازدید کننده ها ادعا کردند که این عروسک‌ها در طول شب تکون می‌خورن و انگار جمله‌هایی رو زمزمه می‌کنن. جمله‌های شبیه به حرف‌هایی که روح دختر قبل از دفن شدن زمزمه می‌کرده. من عروسکمو می‌خوام. آیا این فقط یک توهمه یا چیزی فراتر از یک خیال؟ اگر جرأت دارید برید و این جزیره رو از نزدیک ببینید، اما یادتون باشه که یه چیزی از جزیره با شما برمیگرده.